ماه شریف رمضان ادا کردن صدقه فطر مهلت ادا کردنش معین شده است. همین مهلت نهایی ادا کردن که تا کدام لحظه میتواند که یک بنده مسلمان صدقه فطر خود را ادا کند و خدا نکرده اگر که در همین مهلت معین شده ادا نکرد چی می شود؟ مهلت اخیر تو پیش از نماز عید مبادا اگر که نداد حالا یکی از واجبات رو ادا نکرده است که نگار میشه. حتی بعد از نماز هم که داد اون همچنین از صدقه حساب میشود. فطر روزه اجر و پاداش و اون خیر و برکتی فطر روزه رو به دست آورده نمیتونه. برای همین باید کوشش کند انسان. برای چی؟ به خاطر که اویلای کمیزات هست تو عید. حالا دیگر در حدود اویله هر اویله یک پخت پزی دارد به قدر امکان، یک دسترخوان معنوی دارد به قدر امکان. حالا اون اویله کمیزاتی که هست در برابر همسایه ها و دیگران از همون دسترخوان معنوی خود محروم نشود. با اهل و خانواده درگیر دسترخوانش باشند و یک صحبتی باشد در برای اونو، یک یادآوری از گذشتگانشون باشند، یک پند اندرزی پدر و مادر به فرزندان باشند، یک مهر و محبت و یک لباسی برای فرزندان خریداری کنند. یعنی با در نظر داشتی این دین مبین اسلام میگه که تا عید باید که صدقه فطر داده شود تا اینکه همه کم بضاعت اویلای کم بضاعت از این صدقه و از این فطر روزه بهره مند شوند و در عید یک خوشحالی احساس کنند و اونایی که ثروتمند هستند روزهشون به درگاه پروردگار قبول شود، مستجاب شود و با برکت شود و صد آفت و صد بلا دور شود.